وقتی با مدرک و سند میای عیسی جان، ای که میای میگی 70 سال ای ایران جلوتر بده و به خاطری که معدن نمیدانان چیز شده، گپ های بی مدرک و سند میاری، ای زرنگی نیسته. توافقنامه صلح داره اسرائیل و فلسطین ای 30 ساله الان. خب به رسمیت شناختن اسرائیل، جالب ایدانه کشورها ایدان سیل بکن، ای پایین ای سفید کشورهایی که اسرائیل به رسمیت شناسن، ای بالایی زرده کشورهایی که به رسمیت نمیشناسن و ای وسطی ایدان قرمزه کشورهایی که به رسمیت شناخته بدن قبلا، الان نه و در حال جنگه. هم ترجمه ای کشورهایی که به رسمیت شناختن دیگه روابط بین اسرائیل بس گرفته و در وضعیت جنگ با اسرائیل. اوکی، بقیه که دیگه هیچ وقت. خلاصه ای بالایی هم عراق و سوریه و لبنان که هیچ وقت به رسمیت ندیدن. تنها کشوری که بدون دلیل هم اصلا هیچ دلیلی وجود نداره که قبلا به رسمیت دیده الان نمیدینه و در حال جنگه، خود جمهوری اسلامی ایرانه. خب جالبتر اینا همهشون که خاطر همین آمدن توی پیج پایینه. فلسطین سفیده، یعنی فلسطین، خود فلسطینی که شما انگار یعنی به حساب داره کمکی کنه اسرائیل به رسمیت اینه، یعنی هیچ جنگ بین دوتا کشور نیسته رسمی. این دوتا کشور با هم دیگه هیچ جنگ نداره و حماس یه گروه تروریستیه که هیچ کمکی به ملت فلسطین نکه ور ای هجومی ور ای کاری. تنها کاری که فقط آمه اسرائیلیان عصبی که بیان حمله بکنه، ربطن داخل گروگان گرفته و مردم غیر نظامی کشته، بعدن ربطن بین فلسطینیان قایم شده. یعنی چه معنایی؟ یعنی بیای و بزنی مردمه. بله، حسام زملت سفیر فلسطین، نماینده ملت فلسطین، گوش بده چی میگه. اسرائیل برای کشتار نه تنها حماس بلکه برای کشتار همه مردم من آماده شده. 2700 وقتی بود که تو قبل برنامه آخرین خبرها رو چک کردی. در همین فاصله 100 تا بالا رفته، الان شده 2800 و همینطور رو به افزایشه. 1000 تن از این تعداد بچه‌ها هستن. همین الان که صحبت می‌کنیم 1000 نفر هنوز زیر آوارن. ما درباره تجربه شخصی شما تا چند لحظه دیگه صحبت می‌کنیم، اما چیزی که میگی به نظر اسرائیلی‌ها، یا رو راست بگم خیلیای دیگه، نتیجه اتفاقیه که در 7 اکتبر افتاد. در 7 اکتبر حماس یک حمله غافلگیرانه و بی سابقه رو شروع کرد که 1400 اسرائیلی رو کشت. خیلیاشون بچه بودن، بعضیاشون نوزاد بودن. تو میدونی، منم میدونم. به عنوان همدلی انسانی آیا متوجه هستی که این چه به سر اسرائیل و مردم اسرائیل آورده که نه تنها احساس درد و غم داشته باشن بلکه عصبانی هم باشن؟ Hamas is a political militia group.
حماس یک گروه سیاسی شبه نظامیه. ما دولت رسمی و نمایندگان رسمی مردم فلسطین هستیم. کی؟ معذرت میخوام. نه استیون، تو سوال پرسیدی، بذار من جواب بدم. خواهش میکنم به من زمان بده که جواب بدم. نه فقط خانواده من بلکه همه مردم در غزه و همه هموطنانم، برای اینکه میدونستیم اسرائیل به وحشتناکترین شکل ممکن برخورد خواهد کرد و این دقیقاً چیزی بود که اتفاق افتاد. اسرائیل تلاش کرد حماس رو به مردم فلسطین ربط بده، بعد مردم فلسطین رو ربط بده به داعش، برای زمینه‌سازی این دهشتی که در این لحظه شاهدش هستیم. 200 گروگان اسرائیلی الان در تونل‌های زیر مدیترانه‌ای غزه در اختیار مردان مسلح حماس هستند. خودت در آغاز این گفتگو گفتی که نماینده واقعی فلسطینی‌ها شما و دولت شماست. آیا آماده اید که بگین این اسرا باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد بشن؟ Those captives must be released without precondition. من آمادم که به شما بگم همه گروگان‌ها باید سریع آزاد بشن و امنیت اونها باید حفظ شه و حتما ما به مسئولیت هامون تحت قوانین بین‌المللی پایبند هستیم و می‌خوایم که این اتفاق بیفته و همشون آزاد بشن.